جمعی از فعالان رسانه‌ای قاره آفریقا در سومین اجلاس بین‌المللی راویان رسانه‌ای اهل بیت در قم. کار سوشیال میدیا اینا خیلی 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 مهمه. لحاظ کشورمان ما قبل از اینکه از اونجا بیایم اینجا، چون مردم ما با این اهل بیت آشنا نبودن، ولی خدا را شکر الحمدلله پیام اهل بیت به همه اونا میرسونم. شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه در پیام ویدئویی با تشکر از دوراندیشی مقام معظم رهبری در تأسیس مجمع جهانی اهل بیت گفت: رسانه‌های جهان تبلیغات گسترده‌ای برای نمایش چهره منفی مسلمانان دارند و این وظیفه ماست که با به چالش کشیدن این اخبار تعالیم صحیح اهل بیت را از طریق رسانه‌های اجتماعی به جهان برسانیم. این اجلاس با هدف همدلی، همیاری و هم افزایی فعالان رسانه‌ای برای نشر معارف اهل بیت در دنیا تدارک دیده شده. دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور هم در این برنامه به ظرفیت‌های فضای مجازی در تولید و انتشار محتواهای اسلامی و فرهنگی اشاره کرد. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت هم با اشاره به ظرفیت‌های فعالان رسانه‌ای قاره آفریقا گفت: هر کدام از فعالان یک ظرفیت و رسانه‌ای مهم در انتشار فرهنگ اسلامی به جهان هستند. در پایان مراسم هم از سایت 27 زبانه ابنا رونمایی شد. این مراسم با حضور 100 فعال رسانه‌ای قاره آفریقا برگزار شد. کرمیانی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.